عمولیپی دوباره ترک داده. برو که بریم. درود به شما همه رفقا، خوش برگشتیم به کانال خودتون. اومدیم با ریاکشن به ترک اشتباه از عمولیپی، پارسلیپ عزیز. بریم که داشته باشیم. چه کاوری هم هست، مستانگش 1969 با گیتار کلاسیکو. اوکی بریم که داشته باشیم. دست منو بگی، میخوام بمونم کناره. شاید اینم یه خوابه، شاید اینم یه خوابه. ببخشید من یه لحظه دستم رفت رو اسپیس، رفت رو دو. اوکی بس دوباره کار احساسیه. اشتباه. بریم داشته باشیم. کار قبلشون هم تقریبا تو همین وایبا بود با پوبون. کناره شاید اینم یه خوابه، شاید اینم یه خوابه. ولی عشقات نمیذاره، من عاشق نبودم. سرد مثل برف قلبم بریده، از همه شدتر تا تو رو دیدم. آروم شد اینقدر. یه چیزی رو قبول داریم بچه ها، من یه دونه بکشم آقا. ببینید مثل جمله بندیشو تو مغزم درست بکنم. اینجوری بگم، درسته سازای مثلا الکتریک و درامز و نمیدونم گیتار بیس و اینجور چیزا خیلی خفنن، خیلی وایب انرژی خیلی خفنی دارن بهت میدن، یه موتیویت خیلی خاصی داخلشونه. ولی باز سازای کلاسیک اصلا یه توی دنیای دیگه، گیتار، ویولون، پیانو. از اون طرف اگه بیایم تو ایرانی، ستار، تار، کمانچه، دف، نی، میدونید این سازا خیلی سازایی هن که حس خوب منتقل میکنن. یعنی بیا من یه دونه نی زدم برات بذارم، تو محال ممکن طرف تو بالاترین حالت ممکن از شادی هم باشه اون نی زدن رو ببینه بیار پایین. یعنی ذات موسیقی اینه ها. خب ولی حسه رو من حس میکنم با گیتارهای با سازهای کلاسیک بهتر میشه منتقل کرد. یعنی الان تو اون نوتی که اون پشت گرفته رو میبینی خیلی راحت، مثلا با دوستاتون جمع شدین تو ساحل نشستی میتونی بزنی، خودت تنها تو خونه نشستی میتونی بزنی. اصلا کاری به خوندن هم ندارم، خیلی راحت با همون نوتر رو زدن میتونی تو آروم بشی. و این سازایی چیزی نش خوبه. تو الکتریک میشه، یعنی میشه خب یه جوری تنظیمش کنی صدا آکوستیک بده، ولی باز اون جنس صدا رو نداره. به نظر من خود اون سازه یه تست دیگه ای میده بهت. آروم شد اینقدر، آروم. بین عشق و اشتباه تو رو میکنم انتخاب، تو باشی برام اشتباه. بین عشق و اشتباه تو رو میکنم انتخاب، حتی اگه باشی برام اشتباه. یعنی میگه بین عشق و اشتباه تو عشقی، تو رو انتخاب کنم حتی اگه این عشق اشتباه باشه. تهشه دیگه، این ته خواستنه. اونم عشق ما بعد واسه آدما شدیم درست مثل قصه ها. بین عشق و اشتباه تو رو میکنم انتخاب، تو باشی برام اشتباه. میدونم عشق ما بعد واسه آدما شدیم درست مثل قصه ها. گیتارشو خیلی دوست دارم، گیتاره رو خیلی دوست دارم. قشنگ مثلا دارم تصور میکنم، حالا کد کاورم کمک میکنه. آره توی یه جاده بارونی داری مثلا با 40 تا 60 تا میری قشنگ، یا تو ترافیک گیر کردی، ترافیک همت مثلا شرق به غرب، صبح غرب به شرق، شبا. بین عشق و اشتباه تو رو میکنم انتخاب، تو
بده واسه آدما شدی درست مثل قصه ها دست منو بگیر میخوام بمونم کناره شاید اینم یه خوابه شاید اینم یه خوابه ولی عشقات نمیذاره ببین تمپوی کارم پایینه، خیلی اینشو دوست دارم. میدونی یعنی مثلا تو خیلی وقتا کارهای حالا اشغولانه رو گوش میدی، بخش من گوشه چشم خاری اشغولانه رو گوش میدی، تمپوی کار مناسب انتخاب نشده خب و یه حس دیگه ای بهت میده. الان کن تمپوی این کار دقیقا اون حالت مثلا پشیمونیه رو بهت داره منتقل میکنه، اون حالت التماسه رو داره بهت منتقل میکنه که آقا بیا اوکیشیم با هم دیگه، بیا حتی اگه اشتباه باشه من تو رو میخوام فلان. میدونی اینا تو موسیقی خیلی مهمه، ایناست که مثلا یه اثری مثلا هانس زیمر رو مثلا میکنه هانس زیمر، چرا؟ چون میدونه چی میخواد، چه تمپوی مناسبه، چه چیزیه، اینا رو همه رو درست کنار هم دیگه میچینه. عاشق نبودم سرد مثل برف قلبم بریده از همه شد ترد تا تو رو دیدم آروم شد اینقدر آروم. اینا بود از ریاکشن به ترک اشتباه از عمو پارسا که گوشش دادیم. امیدوارم عمو پارسا بیشتر کار بده. یه مدت بود دیگه کلا زدم با آریا تو کار گیم و اینجور چیزا و اونم سر جای خودش، نمیگم چرا اون فقط حالا یه چیزی که بگم عمو پارسا تو اون شاخه هم خیلی خوبه، یعنی پارسالیپ خدایی مثلا میگم یه سری طنزای عجیب غریب داره که خیلی خفنه، ولی اینورم بالاخره باشه دیگه، یعنی کار بده گوشش بدیم. حالا اونایی که دوست دارن از پلتفرم‌های قانونی ترک‌های بیشتری ازش گوش بدن و اگر از ریاکشن خوشتون بیاد میتونید با دنبال کردن من اینجور کارا رو گوش بدین. حالا هیچ دشواره خاصی نداره، دوست داشته میتونید با لایک و سابسکرایب از من حمایت بکنین. علیرضا تا ترک بعدی، ریاکشن بعدی، بدرود.